السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند، همه آن نفرانی که فرصت دریافتند و رو بر رو به تلویزیون نشسته، تلویزیونی دوست داشته ما و شما سفینه را تماشا دارند. اینک برنامه هجوی شادانه باز طریق تلویزیون سفینه مهمان خاندانی هر یکی شماست. من البته میدونم که تماشابینان ما همه آن نفرانی هستند که حس هجوی خیلی بلند دارند. عزیزان دل دیده، برنامه هجوی شادانه چون همه وقت این یک منبری است برای استعدادهای نو در ژانر هجو. باوری کامل دارم که ما را در تمام گوشه و کنار وطنمان تماشا دارند و البته روز یک استعداد پیدا میگردد و میگوید که به نزد اکای مقیم میروم از برنامه شادانه یک استعداد خویش رو، یعنی که استعداد خودش را نمایش میدیم. ما همه شما را انتظار هستیم دوستان عزیز و ارجمند مراجعت نمایید به تلویزیون سفینه. خوب گفتیم امروز برنامه شادانه، اکنون باید بگویم که امروز ما یک خودم تنها نیستم، مهمان ها داریم. انیخترش مهمان ها گویان من درست گفتم، زیرا خوب گفتیم ما مهمان داریم عزیزان. اینک میگذاریم به مهمان های برنامه هجوی شادانه. بچه ها کوچه با برامده ساز از دروازه خانه شونو همون مادرش هم تو برامده و جاوه من همون دختری که دوست میدارم همون کتی واخوری بگفت است. این خیلی باشد اگر بچه جان حاضر دعا تید مادر حاضر یک کمتریست ما گفته فناری که کوچراغه ما همینه بر هنه چی میبرم من روز میرم روز میبیام گیر بر اونی آخر مادر جان من چی ببرم آخر اونجا شب نمیشد چراغ هست شب شدم من چی در کارین بر همینه گفتم بر چی میبرم گفته جهل کند گفته همین اکر شهزاد به همین رفت یک اجینه خانه گرفته اومد تو همین بر بین بعد گرفته بیا گفته است. همین در کجای نبینیم در لطیفه ها خوشتامن با کلین یعنی که کمتر سال پیلوس مینوس میچخلا جمعتر. بله یک واقعی نوبتی داریم شما تماشا کنید سپس گام بزنید. مالش کنی مرحمت به طرفخانه آوازدار ما شد گوش کن زنک التماس منو شرمنده نکن فهمیدی ها همین طرفخانه اینجا مردمی هر خیلی بیاد فهمیدی خوش آمدین همون میزی فرمایشی ما کجا با من در آنجا تپ تیار اکا جان شد بیا گذارید تو من فهمیدم چیه فهمیدی همه ماستان کجا میرفتی که من اینجا نمی بیام من خطم اینجا میبیدم من آشخانی کارگری نمیرم. مرحمت گذارید خانم زیبا مرحمت شما استونشان درست نمیکنید مرحمت یک بار دیگر خوش آمدین سلامت باشید دودر جان با راستی گپ 35 سال شد که با همراهی من همین بانوی زیبا زندگی ما با 35 ساله مبارک شد همون با امروز گفتیم یک همین دوشنبه با اومدیم نگاه میکنم دوشنبهگی ها همه طرف خونه من گفتم همین گرفته یک دوشنبه کاری نفت کردید اومدم خلاصی گپ هم دیگه بخیر چیز نیست نه آرام شب لبایک جان گپ زن این کسب چه بیارم یکم به چی داریتون یکم به رسالیک داریم لگمان داریم شوربا داریم خم شوربا دم شوربا مرغ شوربا شو یک آخر شوربا برای این کس برای من باشد شما نوشته گفتن شما نوشته خب برای من باشد اگر یک چاینک به چای 45 چای خب سر فهمیدم فقط چای منوشید خلاص ها نه من با یک چیز دیگه برچه طرفی کوهساری شمالی طرفی طویل دره به علف خوردگی باشد خب سر قبل همون یک طرف سانچش مایده کرده میبینم من بایم هم خیر خب از من میگم این کسب یکم کباب دو تا کارتش که مونید میشه خوب شد از حاضر تو میدونی اینجا نرخورد چمپور باز میشه کجا همش همین حاضر به همش همین یگو خوش بیارن 4 تا کلچه 2 تا وازمین شاف 2 تا چپاتی وازمین شاف اما بینون نمیخورم کوخ میدونید که من یک بخوان که همون مایده کرده اثر خوب شد 4 تا کلچه 2 تا چپاتی خوب شد من اینجا نشستم حاضر میبرم شما حاضر کمتر شستم حاضر من چای گرم کردم یک چاینک با چای کبود و چای سیاه خوب شد حاضر من شرمنده نکن اینجا با طرفخانه گفتی من نمیشه طرفخانه آرام شو مرحمت جانم اینجا خوش رو
این همش برای تو عزیزکی من زنبورچه من پیشکچه من کنی مرحمت کنی گذر جونی من مرحمت شین کنی این پیش پارچم خودم خب این پیش خدمت کنی طرف بینی تو باقی حیوانات کو ها نگاه نکن اون طرفه خدا ما بین خوش آمدین به طرف خونیم ما سلامت باشید چی فرمایش میتیتون؟ کنی گربچه من چی میخواهد؟ یک تا خوریشی فرانسوسکی خوراک میکشم گوش میده آرام شب خورش گفتن خورش فرانسوزی چی هفت داره؟ سزر داره؟ چند نموت هست اما گفتگی شما هست اما باز چی؟ і біле لازانیا лазанья. بیل لازانیا داره؟ ها داریم البته داریم بیل لازانیا چی؟ خودشون میدونن خودت میدونی؟ نه از جمعش نستو اینا خود بلایه حاضر همشه میبیارم مرحمت کجا بچ بیا لبای خانم داد نزن اینجا میبخشید لبای کن کس یک کن چرا برو میزنی نباشه کس یک آرام کس یک کن برو اومدگی برای همیشه بازی ما به وقت شکراب بیاری حاضر از این شما تیار هست من میبیارم حاضر همش برای تو خیر من 35 سال شد که من با همراهی تو من زندگی دارم طاقت دارم این دفعه که جا میریم و بچه ها نمی بودن اگر کم کیو چای بچه ها خدا با شکری هستم میگو من از آن شما آوردم من خوراک من سلامت باشه چای گفتگی تو اکا جا نام بیاری ده حاضر روز که جا اوی بی آواز شیری خودم شما شیری خودم دادا یگان بر من قویانچه نمیگه ده کجای تو قیانچه تو خیرسی تاپا تایورو قیانچه توی مکرده میشم توی کردم دکن توی میشود زیق نشود توی میشود حالا همدیگر با آموخته شدن یا به اونجا برفته بیام آزریست با گم نشو پیش خدمت لبای اکا جا میریم فهمیدم مرحمت جان داره یک کس بیاید نشون من میده راه نشون میدم بیاید خانم زیبا بیاید خبر نمیگوییم برفت نه خب من برات میگویم راست نمیدونم کنی توفه من توفه تو در بیرون منتظر ها رنگش سوپ سرخ گرفته بیارید ایوه گرفته آورده نمیشد و رفته دیدن در کار شما اورید ما همین چند میبینم کنی من رفته حاضر میارم یکی یک جا میرویم نه ما مالش حاضر من رفته میارم هیچ جا نرم و پیش خدمت حاضر همه گفتگیاتو میبیارد حاضر من پیش خدمت یک تا رفایل بردتی همونجا با خوب شد حاضر این رافائلو از وی میز به شما تحفه مرحبا
داداش راست اونجا سبزی خوش رو بوده سان Umdu mi? ها عمده Gir. Merim konu ba. یک تا چای رزید این چویی وایده مردک می نوشد چوی ها این چوی این چویی وای پیش خدمت من چوی میگویم تو با پیش خدمت لبای یکون چوی برای این کسان بیارید چوی همسه تازی جونم کنی جونی اومدم انا قهرمان جان توفه در نزد کلیت نگوید کلیت ماشینم کلیت ما از کجا فهمیدی؟ تو بالا این سیوم توفه من ها؟ باش سفید بود اینش سبز اینش سرخ چای گفتید داداش من با چه عزیب تو میبینم تو خوراکت خودت شدی میالکی اکا جون خودی حاضر وای میزبا شما تحفه کردید کو 190 سوم میشد چی توفه کرگی؟ کدام میزبا؟ نه این چویک مسئله شگرد شد ده چوی بیار نه ابا اینجا بید کجا؟ لبای کدام میزبا چیزی میز توفه کرگی چه کرگی؟ فهمونی؟ این اکم وای طرف با تحفه فرستاندن از نامی من گفته چی توفه؟ رافائل داداش رافائلش چی که؟ رافائلش همون وای من گفتم تیسر روی مکن تیسر میریم شدی همه تو؟ نه استید ابا استید رافائلش چی و کجا؟ رافائلش این کاندو کانفت اینا کانفت. فرستاندن اونجا با میچتم و یا با شیر و پلنگ با کویانچه با و یا فرستاندید می؟ نه وای گابز نمیگر دیدی مایده همه حق بچه استید اینجا سامان گفتید می؟ 190 سوم گفته 190 سومون 190 سومون می چی نکسون چی نکسون اما با 10 سومون با خندی سفید بیارید گمگر پولتون نیست تو سونی و یا با 190 سومون رافائل این پولی برقی میدونی رافائل میگه رستوران با پولی برق رافائل از میگه من پولی برق دیده بیام ابا من بین استید ابا من پولی برق دیده بیام ابا بوتون جینا ای منو گوش کن اینا شوارم تو بفرستم می وای میز اینجا با ای منو بیاید ده پلنگ شیر شدن تو نگاه کن فهمیدی می؟ میبخشی تو اینا عصبانی استید اردم استید عصبانی جمع نگاه کن تو نگاه کن فهمیدی می؟ کیا من روی طرف شما این شما دانش کنید گوش کنید شما فهمیدم چی میفهمونید من وای بگم زن فهمیدی می؟ شوی من بگم زن من چشمک کنم من این خانه هری بلبل حواسک بای کو تماما نگاه کردگیم نفهمیدی می؟ من میخوام دختری نقشی بابشه نگاه کردگیم نیما نه اینجا بیاید شما برم برایت زنید خانه سوزن اما تکی فهمیدی می؟ از همه جواب میتی توبه ما یکو کس به نگاه کردم یکو کس به گاب زدم این روزش به اومده یا سرد مرد خانه سوزه کار اینجا محکم کن فهمیدی می؟ خانه سوزه کار این یختی نمسون به یه ذره خور فهمیدی می؟ وای اپا جون این طرف خونه چه بگیرش دادید اینجا جاش بمونه یا چه بگیرش دادید ما همینه دیدی می ما دکار نیمان با اینم گیر اینم گیر ما چیزه تو با ما یکون چی باید میکی همینه ما همونجا گرفتم همشا هیچی گرفتی؟ دکار نفهمدی می؟ این مرون ما خانه گوش کنید محکم کن اینجا فهمدی می خانه سوزه کار اینجا اول حسابی کنید پولش تیز خی حسابی؟ خی حاضر من داداش بگم حساب کنه میمونن تو بر یا توبه این سفر هم کن با حسابی من کن هی من اصلاش به کیم اون دست که همین پیش خدمت شوم همین کسب خودم مال دختری می کرده گردن بهتر نمی توبه هاپا دوستانم مال دختر میبینم از پشتر هر روز بی دروازه میزان جانم قطار کن آمد به یک تشاب گفت شد از بطولا هر گوشک یک پایه از یک پایش نسایه با تقابتی خودم گمراشان کنم دراز اما کسب خودم نمانم
باشید دانشکده صنعت میخوندیم با هم خاطر شد که اون وقتا افسوسای دراز گرماشکا میگفتن автобуси 18 باштам одам бисёр як илоҷ карда ҳамин дари пеш ба дар омадаму дар аз қафоам маҳкам шуд одам бисёр саҳар хай донишҷӯ бисёр ва мекарданд дар маҳкам шуду баъд ҳамин нигоҳ кардам ки байни дари якуму дуюм ҳамин байн ба як духтаре ки бисёр базеб истодагӣ он вақто мо ҳамроҳи ғарибшо компания алкай баромад мекардем мардум моро мешинохт بعد هم خود نگو چشمم غلط که وای دخترک با من نگاه میکنن میخندد و منم یک نگاه کردم خندیدم و گفتم خود با خود میگم با فکرم شناخت و همین راه نگاه دارم باز دیدم خیلی دخترک که خوشرو باز یک دزدیده نگاه کردم که وایم خندیده است من بعد سلام گفت من گفتم سلام علیکم بعد با خندید من گفتم خندم و گفتم این کی باشد این خیلی که شناخت شدن با نگاه کردم که بعد گفت چه کم اشاره کردی گفت چه من گفتم من خدا چخو اگه بایم خب با خندید من با نگاه دارم بعد گفتم این چخو کنم اکن که تشناسم این در کجا میفرماده باشد من فرام با نگاه کردم بعد اشاره کرد که اینجا بیو تو اشاره نکرد نرفتی عالی گوش کنید اول اشاره کرد که اینجا بیو بعد من گفتم که اشاره کرد من گفتم آدم بسیار گذشته نمیشه با خندید من گفتم خندیدم من پرسیدم که کجا میره و این خیلی نشان داد بعد گفتم بایم اشاره کرد تو کجا من گفتم من دانشگاه همه خیلی کردم که از قفام یک دست دیگر این خیلی نشان داد من نگاه میکنم یک بچه ایستادگی با اون صحبت دارد وای انا شرمندگی من گفتم برای چی میخنده باشد انا شرمندگی دادا جانش بتاست من از اینترنت خوندم که аллакай тренди нав буромдаст чи тренд аст бояд ки зан пойафзоли зан бояд ки мошине ки вай мешинад доим ҳар рӯз рангаш як хел бошад гуфтааст шавараш ҳам нигоҳ кардам мо тубаку туфли сафеда аз куҷо меёбем туфли сафед чи ба дадаш ранги маршруткае ки ҳар сар корба мери якаш як зери дигар чи гуфтааст дадажонаш аз интернет хондам ки костюмҳои бетугма тренданда модда انا ما صاحبی همون کاستیوم یعنی که مدنی آدم حسابیده میشده است بعد وای مردک چیفته است 32 سال باز مدنی بودیم ده عجایب حیات مغازه تکنیکایی روزگارو یک زن رفته چنگکشک خریده است چنگکشک پلیسوس میگیم بعدی 3 ساعت تلفن کرد مغازه با مغازه هم الو السلام علیکم من همون زنی که از شما چنگکشک خریدم کو ها گپ زدید خورم اول شما تعریف کردید که بسیار همین خیلی هوا کشندش قوتش زور بسیار نقص همین خیلی گفتید کو گفتم من اپا جان میبخشید آوازتون کمتر خیرا مثلا است راست آخه من داخل لینگه همون چنگکشک طوره بینید پس دوستی عزیزم یک واقعه عالی جناب تماشا میکنیم درباره انا همین خیلی مردم سلام علیکم سلام علیکم همین اتاق کاری و آدم باشد نه اونجا بله من در رحمت شما با رحمت السلام علیکم و علیکم سلام یه وقت خدای خودتون یافتم اکا جان میبخشید امروز روزی قبول نه رحمت خودتون نازمی اهل و عائله خانگی اکا جان شما من نشنیده هستید به فکرم امروز روزی قبول نه معلم جان یک امضای شما من برآمده من شما رو شناختم شما همینجا با آمده رفته هستید چندین وقت باز من شناختم لیکن اکا جان امروز روزی قبول نه پگو به یک تا همینجا امضا پگو از ساعت 9 سحر رحمت تا ساعت 4 بیگاه قبول خدا و شکر ها رحمت فهمیدم یک تا همینجا امضا میمونید من برآمده میرم میرم گوش شما خیره امروز روزی قبول نه گفتم رحمت برآمده روید یک تا امضا مونید من برآمده میرم آخر فهمیدم امضا میمونم من روزی قبول و بیاد شما وجدتون همش تخ نه همش تخ من شما با چندین بار گفتگی بودم همش تخ من همین دینه که از پیشتون رفتم از نزد شما گفتید که همش تیار شد همین شب تیار کردم من همیشه خیلی تیار کردید همیشه تیار کردم خیلی یک روز به شما وجدتای تیار میکنید من همین خیلی دوتاس کردم تیار کردم شناسنامه زنتون شناسنامه خودتون کنید من شناسنامه زنم شناسنامه خودم شناسنامه نو ها شناسنامه نو خیلی شما گفتید اما نسخه بیارید من نسخه آوردم من کنی انا این شما این زنتون کنی پایانانگیش از این زنم پایانانگیش قفاش ببینید از این خوشتامانم هم هست گوش کنید فرزندا چند تا بودن
فرزند سه تا ها شناس نامشون برید من با سریا مهیا رعنا مقدس رعنا مقدس آها سه تا مرحمت سریا مهیا چوکش سریا مهیا رعنا مقدس استید شما با سه تا بود کو ها اومده رفته 4 تا شده یک تا امضا مونید معلم جان همین یک تا همین روی گلتا مگردم یک تا امضا مونید کجا مالش ما امضا میمونم حجتاتون تاخ نکو حاضر شما از دکتر گذاشتید می شما حاضر کنی حاضر من شما معاینه طبی حاضر حسابشو میابیم حاضر استید شما چیکار کردید چیکار کردید شما من زبان خطی فالبین هم دارم کارکشات کردم اینجا برای زبان چی زبان خطی فالبین امروز کارتان راه میرد گفته دادگی چشمانی مستی جادویی التماس سرود بخونید سرود میخوانم چون که من فکولتی سرایندگی ختم کردگی دانشگاهی هنرهای زیبایی به نام میرزا ترسونزاده مالش معاینه طبی گذاشتگی میگفتم گذاشتم کنی من حجتایتید من با من تراپیوت اوخاگارلانوس ara گینیکولوگ استید گینیکولوگ چه دکتر جواب میپرسید گفت تیار رفتم بغل 3 ماه گفت چی 3 ماه کی 3 ماه گینیکولوگ 3 ماه گفت تو شد کو همونجا نویسه که من نمیدونم تشخیص گذراند همین خیلی گفت سونی مورگ منم مورگ منم سر دخترش امضا کنم مورگ چی نوشته امضا کنی یکم بار نامد گفته تو با امروز تیار باید نه تیار معلم جان یک تا امضا مونید روی گل تمام من میرم مالش حجت حولی حجت حولی منم اینجا مرحمت حجت حولی سونی استید من فهمیدم که حولی نام شما با نبوده است کوچه نامی من بیو چه کوچه نام شما مجلسی محله شد محله شمالوف گذاشتگی منه کوچه پروتکل مجلس یک تا امضا مونید معلم جان من میرم امروز هوایی هم گرم شده معلومات درباره آب و هوا برای سرویس من پرسید از کیم نه شما میپرسید گفته من تیار شدم انا اینش نمناکی برای یک هفته مالش یک تا امضا مونید مالش امضا میمونم سپرافکا از دومکام آوردید می آوردم دادم کو رئیس از دومکام آورد تو نشما اینجا هست کنی من اینجا رئیس محله رئیس محله اونم معلم رئیس محله این از رئیس محله اینو از نام زنی رئیس محله اینش از نام زنی رئیس محله پدرش اینش از نام زنی رئیس محله مادرش یک تا رئیس محله نویسد شد بس مادر اینجا فرزنداشو نبیراهاش هم امضاش گرفتگی من دکور نه نه یک تا امضا مونید معلم جان من میرم مالش اخی کجا استاد اکو شما گپ نمیفهمید حاضر من ساعت بینید 4:30 خب وقتی کاربرا تمام کار جنبش شد یک تا بلاتون من حجت چه امضا میمونم کار جنبش شده که میدونید که ساعتتون خطا چه خطا من ساعت 4:30 من بعد 4:30 امضا مونده نمیتونم میگم ساعتتون شما استوا بردید کاتبتون استوا برد من نگاه کنید کاتبتون استوا برد انا اینجا به معلومات نامه درباره آنکی استا گوید یزدانی خودم 2 ساعت پیش کرد از ساعت شما همینجا نوشته که من ساعت پیش می های لیکن امروز به هر حال کارتون نمیشه چی نمیشد که چون که باور کنید من روچکم خانم با مونده آمدیم روچکی بیگانه که امضا مونده نمیتونم روچکی هر خلقتی این حجت به امضا مونده نمیشه روچکا من دارم آخه شما من نفهمیده هستید می من روچکی خودم که مونده این روچکی شما دین من آمدم شما نبودید من اصلی که گرفته رفته استم کاتبتون قپید همین شب یک شب شته برام پشت این روچکی شما زنگ زنید ناظری منطقه‌ای زنگ زنید چه کردید شته برام من این روچکی من روچکی شما چه خودم ما همین چه خیلی دیدید معلم جان یک تا امضا کنید من میرم شد مالش من امضا میمونم یک شرط کتی کدام شرط کتی دیگر شما علمی درگاه با نبینم شد من زبان خط تیار کردگی 250 متر از شما دور میگردم من شد قواز دیگه نتیده یک تا امضا مونید من امضا تئاتری آینه به داخل شدم
یک خرسک میزنیم میهمان رو گوسیل میکنیم. تشکر زیاد با آمدید. یگان گفتنی داشته باشید. بله من میخواستم پیش از رفتن در جنبه است من هم تیار شده آمدم. یک معجزه و یک بازی دارم. کی در کار شما با من در بازی شما در کار و در معجزه گلبهار و نازنین. یعنی که هر دوشون یک بار. بله بیایید انتخاب میکنیم. با من گفته بودن که تئاتری و اینا. بله یعنی بازی رو مرحمت کنید بازی رو با شما میکنیم من حتی یک تحفه هم دارم اگر شما هر اون چیزی که من کنم تکرار کرده توانید من به شما یک تلفن موبیلی تحفه میکنم. اما از نوار بردار خواهش میکنم که تلفن من در دست اوایده همون دیدم باور کردم حضور. حاضر من همین بیار تلفن بیار برای که دلتون پر شود. من همین تلفن چون که من تلفنی نو میخرم نصیب باشد کهنش ما بمیتید کهنشش ما بمیتم همچون توفه این تلفن از اون شما میشود به شرطی که هر چیزی که من میکنم شما باید تکرار کنید. یعنی که نتوانستید. خیلی تلفنتون نصیبتون باشه. اما شما عزیز و ارجمند رسیدیم به فرجام برنامه امروزه. باوری کامل دارم که دوستان عزیز و ارجمند از سخن‌های بامزه و بی‌مزه ما گوشتان در نکرد و البته من در آخری برنامه به هر یکی شما عزیز نعمتی از همه بی‌بهاترین صحت سلامتی خانه آبادی خاطر جمعی و البته در لبان شما تبسم رو دیدن می‌خوام. خیر عزیزان.